ای جماعت از چه می نالید؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم، همینها حق ماست. مرگ بر آن دورها گفتیم، دزد در خانه بود. آخر آن خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خورده اند، هرچی هست و بود را آنها به یغما برده اند. این دگر در ذهن مردم دین دزدان حک شده، راه مردم سالها از راه دین ملفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود، سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی است، پدر شرمنده فرزند شد. هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد.